هم بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدیران عزیز، شهروندان محترم، عزیزانی که امروز ما را در مرکز اسلامی در شبکه مستقیم یوتیوب تماشا دارید، شما را خیر مقدم میگیم. و امروز موضوع صحبتمون پیشگیری پاشوری اویله‌ها است که بسیار مسئله مبرم و ضروری امروز به شمار می رود. به خاطری که همین مسئله پاشوری اویله‌ها خیلی زیاد شده است، تصمیم گرفتیم که در این موضوع صحبت آراسته کرده باشیم تا اینکه پیشگیری از این یک مسئله نامطلوبی که جوانان و قدر زندگی نرسیده بسیار اویله‌ها پاش خورده ایستادند و بسیار ضرری وزبین دارد، هم برای کشور و هم برای ملت و برای تمام خلق کشورمان آینده نامطلوبی دارد. به خاطر همین اویله دار شدن یا همسر گرفتن، زندگی مستقلانه یکی از نعمت‌های پروردگار است که الله مهربان برای ما در سوره روم منت می‌فرماید که استعوذ بالله و من آیات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه. یک از نشانه‌های قدرت پروردگار این است که خدا میگه که ما برای شما از جنس خودتان برای شما همسر آفریدیم. همسر از جنس خود ما و شما، بسیار این نعمت بزرگی است همسر. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در مسئله همسر یا امروز به اصطلاح ما زن میگیم، یک از نعمت‌های قیمت‌ترین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که الدنیا کل متاع و خیر متاع المرأة الصالحة. دنیا متاع‌های زیادی دارد و بهترین متاع یا نعمتی که خداوند در این دنیا آفریده است زن صالحه هست، همسر خوب، همسری که برای انسان در زندگی رفیقی است و یاری غمخواری است. اگرچه انسان ماشین زیبا دارد، خانه زیبا دارد، قصرها دارد، همه چیز دنیا را داشته باشد، اگر در خانه همسر خوب نباشد، همسر صالح نباشد، همه نعمت‌ها در پیش همسر خوب هیچ هستند. بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زن صالحه را نعمت بهترین در دنیا نامگذاری کرد.